سلام علیکم. این اولین ویدیو یوتیوب منه و امروز اومدم نوکیا های 105 رو براتون بررسیش کنم. همونطور هم که میبینید پشتش برچسب نستی رو زدم از برندهایی که جویس میسازن و حالا ایناش مهم نیست. آقا من این گوشی واقعا اول از همه کلیاتش رو بهتون بگم، کلیاتش چیزی نیست. یه دونه همین منو رو بازش میکنی و بازی داره، زیادم بازی داره. این مار بازیشه یا عالمه بازی دیگه هم داره. خب 9 تا 11 تا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا بازی داره. خب آقا اینا مهم نیست، مهم تو موندگاری این گوشی. من موندگاری این گوشی رو میخوام بهتون نشونش بدم. آقا ده با چشم ببینیم. خب من دارم لا 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 از دستم افتاد. آقا این همیشه ستی که میشه خب، ولی سالم. الان ببینید اصلا انگار نه انگار هیچ چیش نمیشه. من اینو جا بندازم. خب نها کنین دوباره الان روشن میشه. روشن شد. آقا نکته بعدی که هست اینه که این گوشی رو به عنوان دوام میشه استفاده کرد. خب مثلا بخوایم بزنیم به جا، دیدیم مثلا یارو اینطوری میگیره اینطوری میزنه و اینا. این واقعیه ها. این فکر نکنید یارو مثلا داره مسخره میکنه. ناکن زدم دیوار رو، ناکن چیکار حالا دیوار ای بابا به چخ رفت. حالا نه ولی هیچ چیش نشد، سالم. حالا مثلا از اون ته آقا دزده گوشی تو میزنه. خب گوشی اصلی تو مثلا میزنه، میخوای چیزی پرت کنی بخور تو سرش. هوی توی که گوشی منو زدی بگی که اومد. هیچ چیش نشد، سالم. بعد سبک هم هست، خورد به شوفاژ دیگه. یعنی باید بتره که هیچ چیش نشد. اینو هم داری، اینم از این. ماشاءالله جان ناکن روشن شد. اصلا چون خیلی سبک هم هست اینطوری میشه، هر بارم بخوره زمین سه تیکه میشه. الان دوباره رمان رو خورد زمین، هیچیش نشد. فقط این دوومش من هرچی تا صبحم بگم کم گفتم. بدونید اینو داشته باشین خیالتون واسه 4-5 سال آینده راحته. بعد نکته بعدی که هست، این گوشی ضد آب بودنشو کسی حرفی نزده، ولی من میتونم بگم ضد آبه. ضد آبیش در این حد نیست هم بری استخر رو با خودت بری حرف بزنی ولی آب ریزی بگیر روش، قطره بارونی بگیری، نه هیچی نمیشه. مثلا نها کن یعنی اونجاست، اینم گوشیه. اینطوری که ردش کنی هیچیش نمیشه، فقط یکم اسپیکرش خیس میشه. اونم بعد مثلا خوشه، بعد مثلا نیم ساعت درست میشه. نها کن گوشی الان کار میکنه. دوباره باز هم منوشو میری میای چه میدونم ماربازی رو میارم. بیا اینم ماربازیشو همش کار میکنه قشنگ. خلاصه این گوشی برای کار تو معدن دیگه. نگاه نکن مثلا گوشی نظامی نخرین، برین اینو بخرین. آنتنش هم که طبق معمول 5 خطش پره. من خونه مام بزرگم که خونه ویلای طبقه اوله، اونجا هم که میرم باز 5 تاش پره. مثلا آیفون 13 انقدر آنتن نمیده، مسخره نمیکنم واقعا میگم. همین دیگه. تا بررسی بعدی، خدا نگهدار.